تا حالا شده با خودتون بگید آیا میشه با ارزون ترین موس ایران بدوارز رو وین کرد؟ و باید در جواب سوالتون بگم اوکی، ما الان وارد سایت دیوار شدیم و این کل دیواره و حالا اینجا باید سرچ کنیم موس ارزان و مهم هم نیست تو کل ایران سرچ میکنیم دیگه، تهش اون سر دنیا برامون میفرستن و ما الان اینجا باید دنبال ارزون ترین موس دیوار باشیم. اوکی، اینجا چه قدری داریم؟ اوکی، این 150,000 تومانی. نه این مطمئنا نه این 150,000 تومانیه به نظر میاد اوکی باشه و اینم ظاهرشه و خوشی اینو من بگیرم انگل میگیره دستم، ولی خب مهم نیست، ما دنبال ارزون ترین موس ایرانیم و وارد صفحه چت میشیم. 2000 years later. اوکی آقا، این موس منه و CPS خوبی میده، من ازش راضیم، روونم هست و خوبه دیگه. مارکش هم 11 و حداقل یه نفر پیدا شد که از بلادی و گلوریوس استفاده نمیکنه و خب فعلا باش کاری نداریم و بهترین موس ایران وارد زمین میشه یعنی، و مارکش هم نمیدونم راستشو بخواین. آقا لحظه استوب، من از آینده میام و دلیلش هم اینه که داخل ویدیو یادم رفت بگم چنل رو ساب کنید، لایک کنید و کامنتی هم داشتید بذارید، حتما میخونم. بریم سراغ ادامه ویدیو. اوکی، الان وارد گیم اول شدیم و من هم از همین اول هندکم رو آن کردم که نشون بدم واقعا با این موس داریم پلی میدیم. موس واقعا به اون افتضاحی که فکر کردم بود، چرا دروغ بگم. اینم از CPS آن کنم، CPSش هم تست کنیم یه لحظه. اوکی، سینگل کلیک تا 6 CPS رو میده و خوبه. باترفلای چطور؟ باترفلای تا 8 رو دیدم، تا 8 میره، خوبه برای این موس، ولی خب موس خوبی نیست برای پلی دادن. ترجیحاً یه موس بهتر پیدا کنید، هرچند حتی اگه داری باشه. من 16 تا آیرون بگیرم برم. اوکی بوم، بریم. وول میگیریم، میذاریمش استرات 2. اینم چست کنم. به نظرتون میشه اصلا با این موس بریج زد؟ به نظر من نمیشه راستشو بخواین، به نظر من که نمیشه. خیلی هم سخت نیست یعنی تمرکز کنید میشه. من دارم با الان فاکینگ 3 CPS دارم فست بریج میزنم و خیلی کار سختی نیست، ولی خب فست بریج نرماله، خیلی سریع نیست که بشه با دابل کلیک انجامش داد. اوکی، این برگا خیلی بابا، این برگا رو بردارین از اینجایی که چی مثلا مپا خوشگل کردین. اوکی، وای فکر کنم یارو بازی بلد نیست، شاید بتونیم بزنیمش. آها خودشه چی وای بزنمش. بده زدیم. اینو چست کنم من. آها بیا اینجا بزنمت با سینگل کلیک این موس بزنمش، یعنی خودم. ایول تونستیم، پشمام. این موس گاده. آجی بذار من وول بگیرم بریم سری میده. آیرون استون سورد میگم، آیرون سورد گپ هم بگیریم. این گلدم بذار من چست کنم برای آیرون آرمور، گپ کنم. بریم میدل، بریم دایمند و امرال جمع کنیم که این گیم رو میخوام وین کنم همین گیم اولی. و بوم همین الان گفتم واید نمیشه. اوکی آقا بذارین من دیگه دفی بدم اندستون، چون الان هر کی بیاد میتونه خیاری بده منو بزنه. یه دف بدیم نتونن همینجور بیان بده اونو بزنن فرار کنن. اوکی اندستون رو بخریم بزنیم به بد دیگه، واقعا بریم میدل. اوکی هندستان، شاید هم یه ویدیو گذاشتم با همه بلاک‌های بازی توش دف دادیم، کسی چه میدونه. اوکی آجی تاگل اسپرین چقدر بعضی اوقات اذیت میکنه. بریم بابا، وای این یارو اومد. وای برو پایین. دارم میزنم همه رو تو این مچ. حال کنید دیگه، با موس ارزون ترین موس ایران دارم همه رو میزنم. بذار بریم بهش راش بدیم. به نظرم باشه گپل بخرم. این هات بار من نمیتونم اصلا اوکی کنم تو تیرکس، نمیدونم چرا. اوکی بریم بوم. آها ای بابا خیلی موس اذیت میکنه سر کلیک کردن. اوکی بوم بریم بزنیمش. وای نه میزنمش. وای
این یارو استکه، منم نمیتونم خوب پلی بدم. خیلی پی وی پی برام سخت شده با این موس. اصلا کلا 6 سی پی اس بهم میده. بابا یارو شارپنس داره، یارو شارپنس داره، یارو آیرن آرمور داره. من چجوری اینو بزنم آخه؟ ای وای اومد. وای بزنمش یعنی وای اوکی آقا، این تلاش آخره و واقعا امیدوارم ببریم که فکر نکنم، ولی واقعا تلاشمو میکنم. ولی واقعا نمیدونین چقدر سخته با این موس پلی دادن. بذار من سریع برم ساید راش. اوکی چه سخته آج. الان مثلا من باید تو مثلا 10 ثانیه پیش میرسیدم، ولی به خاطر سی پی اس فوق العاده ای که این موس میده واقعا خیلی سریعتر میرسیم مطمئنا. اوکی من بریش یارو وایت شده. ولی بریم آجی. یارو میگه من ویشم. اوکی من برم البته وول بگیرم. اوکی وول بگیریم. سورد و پیککس هم میگیرم با گپل. شاید یارو دف داده بود. اوکی بریم الان شانسش بیشتره که بزنمش. با یارو که ادعا میکنه من ویشم. بابا این ویش منطقه محرومه. چرا داره آب میکنه؟ آره ویش سی ام کلاین یوز میکنه. اوکی بریم بده گریو بزنیم. به نظرم بده بلو رفت و الان شانس خوبیه که بریم بده گری بدش رفت. اوکی نداره، بریم دایمند جمع کنیم. به نظرم احتمالا تا الان 4 تا دایمند اسپان شده. بریم دایمندا رو جمع کنیم. همون برم دیگه بریم آیلند گری. احتمالا تو آیلندشه، شاید بتونیم بزنیمش. اوکی بوم باورم نمیشه، شاید شما ندیده باشید 4 تا دایمند و 4 تا امرالد داشتم، با همش روید شدم رفتم. خدا اب نداره. خدا خیلی ناراحت شدم واقعا. ای وای یه آکوا اینجاست. آکوا شاید بتونیم بزنیمش. لعنت بهت. از گیم آپ متنفرم، از تیرکس ماینم متنفرم. اصلا نمیدونم چرا. کاش اکانتم هک نمیشد بجی. نداره، شاید بتونیم هنوز گیم آپیم بدم رفت. وای حاجی یارو استک نمیتونم. وای اوکی آقا اینم بود از این ویدیو. لایک و فراموش نشه، برای این ویدیو زحمت زیادی کشیده شده و همین دیگه. کامنتی هم داشتید بنویسید، حتما میخونم. و تا ویدیو بعدی پیس اوت.